آقای خوش اومدین ربکا. به یک ویدیوی دیگه با ماری دستبوس. بچه‌ها امروز عصرونه داریم با من. دلش پا میخواد. مهمون برنامه ماریه است. میدونم خیلی منتظر عصرونه با ماریه بودین. یه سری سوالا از ما پرسیدین، منم یه سریشو انتخاب کردم. با ماریه قرار صحبت بکنیم. ماریه قرار جواب بده. خواهش میکنم. این عصرونه برای همه چیز کیک و کیک شکلات و برای داداش همین الان چیپس پنیر می‌زنی؟ یه قدم آشغالیه. شربت زعفرون برسونش. آره خدایش زعفرون آدم حال میده. همونجایی که من با خوبی؟ بگو. خب حیوون زدی زیرمون. یکی از تو پرسیده که ماریه بدترین اخلاق ربکا چیه و برعکس، یعنی من بگم. به نظر من بدترین اخلاقش قبلا هم گفتم، نظرم بدترین اخلاقش اینه که البته این کارو یه مدت کوتاهی ترک کرد، غذاشو میخورد از سر میز بلند میشد. و یکی دیگه هم اینه که وای وقتی تو گوشیشه هر چی باش حرف میزنی، مثلا زنگم یعنی تلفنم حرف نزنه داره تکست میده هی صداش میکنی جواب نمیده. تو بگو. بدتر اخلاق تو همونه که ببین زود عصبانی میشی، بعد عصبانی هم میشی نمیشه جمعت کردی با خداست. من عصبانی شدم. آره اصلا خدایی من زود عصبانی میشم. خیلی عصبانی میشی نمیشه جمعت کنی. چرا اینا رو من زود آروم میشم؟ زود آروم نمیشم؟ چرا؟ ولی عصبانی هم میشی دیگه آروم میشی 2-3 نفر کشته شد. چند ساله با ماریه رفیقی و کدوم رفتاراش تو مخیه؟ ما الان فکر کنم 8 ساله نه؟ سوم دبیرستان. آره 8 ساله الان. کدوم رفتاراش هم تو مخیه گفتم دیگه عصبانی میشه باشه. ولی نه رفتار منظورش اینه، مثل رفتار یعنی چیزی که تو روزمره‌ش انجام میده. من مثلا واسه تو خیلی چیزی همون موبایله که گفتم دیگه، وگرنه به جز اون ندارم. تو اخلاق روزمره من چی داری؟ ببین جفتمون اینجوری هستیم که وقتی گشنمون میشه خیلی بد اخلاق. خیلی هم بده ها. واقعا خیلی بده. این اخلاق داشتم اتفاقا روزش بیماری با هم گفتیم این اخلاق من و تو خیلی بده که وقتی گشنمون میشه اینقدر آدمای دشی میشیم. آره خیلی بده، چون بعد 2 نفر پیدا میشه میگه به درک گشنته جمع کن. آره داشتیم فکر می‌کردم که روی این اخلاقمون کار کنیم و خودمون رو درست کنیم. تا حالا شاید بعد دعواتون بشه؟ نه ولی چشتون روزه رفت. یه بار ما تو خیابون پاسداران بودیم، این بغل من نشسته بود، یکی دوستم پشت. اونو میخوای یه جوری اینا با هم دعواشون شد. وای ببین این پشتمون میزنه این چندین اون پاشو میامون تو دهنمون. ببین یعنی بفرکم منه بدبخت پشت فرمون. سنمون کم بود مثلا فکر کنم اونقدر کم نبود ولی کلا 18 ساله اون بود. بیشتر؟ آره بیشتر 19 آره راست میگی 20 ساله. فکر کنم من گفتم وای من الان تصادف میکنم و اینا خفه نمیشدن که دل نمیکردن که یهو وسط خیابون گفتم خفه شی زدم رو فرمون ترمون خدا رو شکر هیچیش نشد. ولی یه جای دیگه ماشین آره وقتی ما رفتیم دوستمو گذاشتیم ماریه موند و اینا ما موقع داشتم خودم کنترل کردم مثلا دیدی میخوای یکی رو هرسی کنی تو بحث و دعوا میخندی. آره میخندی الکی انگار هیچی نیست. بعد اینکه پیاده شد یهو منفجر. آره این منفجر شد، گوشی و برداشت کوبید به شیشه جلوی ماشین من. شیشه جلوی ماشین منم ببین وای یعنی اصلا نگم بعد فکر کن شیشه جلوی ماشین من تازه عوض کرده بودم. باورتون میشه؟ اون دیدی چقدر تو حسابمون تقریبا 5500 به خدا بفکر کنم راحت 800 900 تومن پول شیشه ماشین شد جلوی ماشین. یادم اون موقع و من اصلا نمیتونستم به بابام بگم. یادم شیشه ماشین تازه شکسته بود عوض کرده بود. قشنگ هفته پیشش بود. آره سر شیشه شکسته بود یادته؟ یه چیزی بکنم از بالا افتاده بود رو شیشه نبود؟ از ساختمونی چیزی یا نه یه غلطی نمیادم چه کار کرده بودم که یه کاری کرده بودی؟ گفتم وای ماری شیشه رو تازه آره چون بابا تازه شیشه رو عوض کرده بود اصلا نمیشد بگی. بعد من اون روزی بدبخت شدم. ولی تو باشه دیگه آره شیشه نکوبید به ماشین. شیشه نکوبید به ماشین. ولی چه جوری با هم آشنا شدیم؟
ما از طریق که دوستان یه دوست مشترکی داشتیم به اسم هستی. بعد من خیلی با هستی صمیمی بودم، ماریا هم با هستی خیلی صمیمی بود. از طریق هستی با هم آشنا شدیم. اولین باری هم که همو دیدیم حس خاصی نداشت. آره یعنی نه هم بعدمون میومد نه خوشمون میومد. یه کم البته چیز بود دفعه اولی که دیدمش. چی؟ ببین نه اصلا ازت بدم نمیاد اصلا، ولی آدم چیزی بودی تو برخورد اول احساس کردم خیلی مثلا اون موقع این چی کرد خوبی و برگشت اصلا خیلی میدونی ما سلام علیکم اونجوری نکردیم. برخورد اول ولی بعدش دیگه میکنم یه هفته بعدش مثلا یه 2 هفته بعدش کلا هر روز با هم بودیم. هی دیدی این داستانه که دوست مشترک بینده چطور من واسه میکنم دو تا من دوست بیشتر دوست مشترک دیگه اینجا وجود نداره همینجوری شد. نه خدا کدوم کشور رفتی که خیلی دوست داشتی؟ ببین من خب خیلی کشور رفتم، مثلا انگلیس، آمریکا، آفریقا، آلاسکا، هر کدوم بر خودش یه چیزی داشته. مثلا من بیشتر لاس وگاس رو دوست دارم. جدی میگم مثلا من بیشتر اونجا. تو چی؟ نه من دیدی. خب اگه میخوای اینا رو بگی که بگو. حله. کدوم کشور؟ من تایلند بیشتر از همه دوست دارم. من به شما گفتم این ماساژور شما خفه کن. آخه میدونی چرا من کلا آبزی ام، مثلا شنا و دریا و جزیره و ساحل و برام تایلند. آشغالایی بقیه جا دریا نه ببین آخه اون دیگه فقط تفریحاتش رو شنا می‌کنی. آنتالیا هم همینه. آره خب ولی تایلند دیدی چقدر جزیره مسیره و اینا. من آقا من تو چرا دوست دارم تایلند رو بابا چی ده بیار چیه؟ الجزایر دیدی؟ چی داری میگی؟ بابا من میخوام بگم پاتایا. نه پوکت بود بز من رفتم پاتایا دیدی گفتم پاتایا اصلا اینجوریه. ماریه زمان تو تایلند ماسکار ماساژ آره به خودم میزنم تو دهنی سریم. بعضی هم باور کردم من تو ناشناسم ماری چند سالی کار ماساژ انجام میبینید دیگه تو پاتایا انجام میداده. پاتایا تو چی؟ پوکت پاتایا بابا پاتایا پوکت یه قطار بوده. آره میرفتی اون یاده قطع شد ماساژ پاتایا ماساژ بانکوک خیلی ماست. من خدای تایلند خیلی بهم خوش گذشت، مخصوصا وقتی پامو میدادم ماساژ کنم دیگه. قبل شو که صحبت. بعد ماریا یه مدل ماساژ داشت، ماساژ لیسک. هم کام تو دهنت ها خیلی دوست داری ایمون. من دیزنیلند که رفتم پرام ریخت. فرانسه دیزنیلند ببین مثلا مونده بودم. آره خیلی باحال. تو کارتون سفید بردی. آره خیلی حال میده. ببین اصلا میگم اصلا احساس میکردم رو ابرام یا ابوالفضل سیجا بود. اونجا از همیشه اصلا پرام ریخته بود. میگم مثلا ببین همه کشور خفنی خوش داشت. اونجا میگم پرام ریخته بود. اصلا اینجوری بودم که وای مخصوصا دخترام توی چند سالت بود؟ نه اونقدر کوچیک نبودم دیزنیلند رفتم. ولی مامان من گوش کن نه چرا بزرگتر بودم. مامان من خب فکر کن دیگه به هر حال سنی ازشون گذشته. مامان من اصلا مونده سفید بردی سیدرلا. آره حال میده. اصلا فکر نکنید مثلا به سن بری دیزنیلند میگم با 60 سال سن به شوق میای اصلا میگم تاماجری. آره باحاله راست میگی. تاماجری اصلا چرا رفتی؟ تاماجری که من عنکبوتی. من میدونم اونجا بخواهم چون من بچه دار بشم باید عزیزم چون واقعا هنوز که هنوز تو ذهنم ای جان. خدای در مامان بابام گرم از این مامان بابا بودن که مسافرت میبردن منو با خودشون. وای مامان بابا یه مامان بابا من یادم مثل مامان مثلا دوست دارم این کاراشون با مامان دارم میرم مثلا چیز مالزی سنگاپور. آره وای واقعا آره مامان من هیچ وقت نمیتونست ما رو نبره. آره مامان خودی همیشه میگفت شما بابام ممکن بود مثلا دوست نه باید بچه‌هارم ببرید. بابای من اینجوری میگه اوه چرا اینا رو نمیداری؟ بهش زیر پای مادران است. حتی شاید مامانمون باز خونه رو کثیف نکنیم. اینم میشه. ببین یادته یه بار خونه ما مهمونی گرفتیم؟ وای ببین مامان من یه حوزه از دو من دارم میگم همین کارو میکردم.
نمیدونید چه جوری ما داشتیم اما که مهمونا رو چه جوری ریختیم بیرون بعد اصلا نمیدونید رو هوا جا چیز میکشتم تیه میزدم رو هوا بودم تیه میزدم و مامانم اومدم چی کرد و فکر کردم خیلی خوب تمیز کردم خونه رو اینجا چرا کسافت لگم مامان من چی کرد چیکار کردید با خونه من خوب کار نکردیم کلم 2 تا مهمون داشتیم ولی 63 تا مهمون تو خونه بود آقا به خود 4 نفر میخوایم دورم یکی زده شغل ماریه چیه ماساژور مگه تو تایلند ماساژور پاتایا بوده آقا اصلا ماساژور مگه چه من ماساژورم چون ماساژور تو نمیشم چه اندشاور ماریه راست میگو دیگه تو ماساژور معمولی از این طریق هم آشنا شدیم نه جدی بگو دیگه از خربازی ماریه تو کار مجسمه سازی نقاشی هم میکنه دیگه آخرش نگاه کن احساس کردم پیکاسو که دارم میشستم خیلی کنم نقاشی رو میکشیم تو چی؟ این پالیسه این پالیس؟ پافور پالیس چیه؟ آها فکرم پولیس رو گفتی پالیس همچون با کلاس شده پالیس این پالیس این دازده نه پالیس لیست با زبون چیز میگم لیست با زبون آقا مردم با کفتشون لیست میزنم لیست با زبون مردم با دماغاشون لیست میزنم خب شورده من دیگه بچه هم میدونن یوتیوبر صاحب برند اینفلوئنسر فشن ستایلر در آخرم که پالیس خدا کنه این کاری که جدیدن پیشنهاد شده رو توش وارد نشم اگه نمیگه اینقدر شاخه به شاخه رفتم چیه؟ نه دیگه نمیگم نمیگی؟ دیگه برم توش شدم تو رابطه از چه چیزی متنفرید؟ از راز داشتن آفقای موشک بازی من بدم میاد ببینید مثلا طرف مثلا میاد به فاز اینکه ما پرایوسی باید داشته باشیم آره پرایوت زمان پرایوت دیدی دیگه همه چی میبنه تو سختری پرایوت یار مثلا 65 نفر پرایوت چی میگی؟ پرایوت همه نمیتونی دخالت کن تو پیوی من دیگه تو این فاز میره کم کم آره دیگه نه اینا حریم شخصی همیشه باید بهش احترام گذاشته باشه ولی یه سری موقع یه سری از این حریم شخصی سوء استفاده میکنن و همه چی حریم شخصی میدونن اون یکی حریم شخصیه به نظر من کسی که چیزی توی چندش نداشته باشه یعنی واقعا داستانی نباشه این کار قایم موشک بازی در نمیاد چنده به سالش اشتباه آره یه سری‌ها دیگه گوشیاشو میترسن آره آفرین یه سری اصلا طرف میترسه یه سمت گوشی طرف بری 3 متر چی کار داریم که حریم شخصی این دیگه خب من چه خبر داستان خیلی حریم شخصی نکنید معلومه چه خبر کسی بوده که به طور مشترک ازش بدتون بیاد و بخواین بلا سرش بیاریم ببین خیلی ها بودن که مشترک ازش خوشمون نیاد ولی بلا نه اینجوری هم نقشه بخوام ماریه ببین در باید تیر رو بزن نه هیچ وقت هی رو بهش کامازم هی 23 بار افتاده نه اینجوری نبوده بسید کسی بخوایم نقشه بچینیم نه بابا چه نقشه باید وقت نداریم ما با خودمون زندگی رو نقشه بچینیم به پلن بی تو هم در پشتی آره بابا نداریم یکی از بچه ها دوست پسرش پیچونده بودتش گوش کن و ما رفتیم در خونه این طرف پسر تو خونه بود 2 دختر گوش کن فقط آقا با اینکه در خونه یار بودیم و اینا من گفتم باشه برو اسم طرفم بگم گفتم باشه برو تو خونه گفت چجوری برم گفتم تمام زنگا رو بزن آره من دیوونه فقط این روشش با سنگ همه در اینطوری برو تو آروم بعد گوش کن بعد هیچی زنگا رو زد کسی هیچی جواب نداد ساخت مدرک که رفته بودیم هیچی جواب نداد اینا بعد آقا چیکار کردیم یکی در خونه اومد بیرون اینا سری رفت تو اینا سری رفت تو آره بگو چی شد پسر فهمید برقا رو همه رو خاموش کردن خب پسر فهمید که مثلا برقا قایمش کرد نمیدونم چی کار کرد دیگه بعدش این بعد وقتی اومد بره مثلا واحد و بدگانه بره بالا هیچ همسایه اومدن داشتن زنگ زدن پلیس ما رو ببرن حالا ما بیا ثابت به خدا برعکس بود یه خیانت کرده داشتم گفتم با بیا بریم ولش کن دیگه خیانت کرد دیگه ولش کن دیگه وای پرام چقدر بد آره بابا لعنت به پسرها ته نقشه تو بود داشتن دستگیر میکردن میبردن دارم همینو بهت میگم یعنی ته نقشه بود داشتم میبردن آفرین یعنی ما نقشه بلد نیستیم اگه مجبور بودین یه روز از زندگیتون رو دوباره زندگی کنین کدوم روز انتخاب میکردین
هیچ روزی واقعا. مثلا من یه روز رو بگی زندگی نمی‌کردیش هم میتونستم انتخاب کنم، ولی اینکه یه روز زندگی نه. تو چه روزی انتخاب کردی؟ احساس خاصی ندارم به هیچ روزی. من روزی انتخاب میکردم که قبلش با اکسم دوست شدم، اون روز که دیگه روز قبل که با اکسم دوست شدم. جدی اگه خدا اون روز یه بار دیگه من میداد اونو میتونستم دوباره زندگی کنم. تو این فاصله من روز نیست. روز خاصی نیست. بریم. تو ماری اولش هم بدتون میومد، آخه دیدیم بیشتر رفاقت خفن اینجوری شروع میشه. نه خوشمون هم نمیومد، بدمون هم نمیومد. آره احساس خاصی نداشت. کدومتون بیشتر وفادارتره؟ قلب من جواهره. جواهر. آقا جفتمون چیز نیستیم. نه من از ماریا شیطون ترم از لحاظ اخلاقی کلا، ولی وفادار هستیم جفتمون. شیطون تر، تو یکم شیطون تری، من یکم بد اخلاق ترم. آره حال نداری زیاد. حساب نداری. نه میدونی البته این چند سال پیش بود، مثلا نسبت پسرها یکم گارد داشتن. روزم هم بود. نه میتونم لطافت تو بیشتر کنی. چند سال دوستیم؟ گفتیم دیگه 8 سال. ماریا چرا ماش کوتاهه؟ چون دوست داره. سایه چند سال سیمون رو یکی بگی چرا ماد بودن؟ چرا مادر اینجوری این بریه؟ چرا؟ دلیلشو بگو. با دلیلشو. آخه میدونی چیه؟ مثلا یه فرهنگ غلطیه که مثلا میگن دختره که ماشون کوتاه میکنن. فرهنگ مسخره چیه؟ وای آره دیگه. بابا اونی که موهاشو کوتاه میکنه خب خودش دوست داره با موهای کوتاه دیدشه که این کارو میکنه. من خیلی هم دیدم مثلا تو کامنت میذارن که آره دیدی؟ میخواد شبه سراش آره همیشه همینجوریه. چه فازیه؟ ولی هیچ واقعا خیلی فرق میکنه. حتی یکی ممکنه این کارو بکنه اصلا دوست داره استایلش پسرونشه، حتی بازم اونم خودش ربط داره. جدی میگم هیچ چیزی نداره. ولی خب مثلا اینکه مثل من فقط دوست داره موهاش کوتاه باشه، هیچ ربطی به تمایلات فرهنگی. تمایلات همه چیزتون رو به هم میگین. همه چی زیرو هم خبره. من مثلا دیدی دادم ماریا یا مثلا وسط بزن با علی داداشش علی منو زد بعد حالا میگم 25 سالته. آره من وسطش دیدی میذارم میرم بقیه درمان بعد یه اون وسطش تلفن میام میره مثلا من این رو نشکش میکنه میاد. اصلا هیچی بر نمیگه یه علی میرمشه. نه با ما من مثلا تو خونه بودم با مامانم دعوام شده بود. ماریه بود مثلا من مامانم داشت پشت میداد بعد ماریه همینجا نشسته اون وقتی هیچ بر جاده خالی میدادم. مثلا ماریه تو خونه با مامانش دعواش میشه، بعد تو خونه مثلا یه آیت معذبی هم هست دیگه دعواش میشه تو خالی نکنی. من اینجوری بعد من مثلا اینجوری هم دارم چی میشونم بگم. من مامان من رو به این میگه بیشتر به من فوش میدن این عدیله. حالا آخه قربونت برم گاه به نظام نمیفهم. وای این تو خیلی آشغالی همیشه وسط دعوا این کارو میکنی. وسط دعوا هم گفتن حق داری حق وای آره عکس صحبت آشغال مامانت حق داره ماریه لجنی این کار خیلی تو مخم. اختلاف سنیتون چقدره؟ ما 77 جفتمون. ماریا مرداد، من فروردینم. من 4 ماه از تو بزرگترم. 3 ماه 4 ماه 8 ماه چجوری؟ ای بابا دو زد در دو به اضافه 1 4 ماه من داری چرتکه داری که حساب براز برقردی مردادی 1 دوباره خاطی کردم از اول که اخلاق مشترک داریم. مسخره بازی همون شبیه همه، یعنی مثلا سر ما مسخره بازی همون شبیه هم. مثلا میخوایم به یه چیزی بخندیم تو یه قف کردی مثلا یه چی مثلا تو یه جایی هست تو یه جایی هست یه نگاه میکنی مثلا من اگه چیزی خندم میگیره ببینم همون لحظه هم ماریه واقعا خندش گرفته یه چرت و پرتی میخوایم راجع به یه چیزی اصلا همزمان نگاهمون آره مثلا اینمون خیلی شبیه سوژه گیریمون شبیه آره مثلا
با بقیه شاید یه ذره این دیرتر اتفاق میفته. مثلا 2 ساعت طول میشه اینو بخند مثلا این دلیلش اینه که باید آشقال امروز زنگ زدم به باران، مثلا داشتم 2 ساعت میخندیدم باران یه چیزی خواسته طرف کنم خنده قشقوری ها بعد واسه باران تعریف کردم. باران چی کرد؟ باران حداقل 2 کلام الکی هم شده میخندید اینجوری که چه باحال. آره من جورم چقدر من بی‌نمکم، چقدر لوس شدم جدیدن و میخندیم ها. وای آره باز همین هم خوشم میاد. تو دل تا حالا شده روی نفر کراش بزنید؟ ببین یعنی اگه تا دیروز این سوالا میپرسیدیم ما میگفتیم نه، تا حالا این اتفاق نیفته. همین آره یعنی اگر تا دیروز این سوال شما از ما میپرسیدیم میگفتیم نه چون اصلا سلیقه من و ماریه تو پسر شبیه هم نیست به اصلا. آقا ما امروز یه جوجو چی که میگه جوجوه؟ کجای پسر جوجوه؟ نه اصلا یه جوجوی بزرگی. آره یکی رو دیدیم و پسندیدیم و تو یه صحنه پسندیدیم. حالا من که طرف اومده با من صحبت آره من اینجوری که خلاص ماریا میگه مرده جون ریختو ببرم با این حرف زدنت. وای ریدی. یعنی واقعا یعنی طرف من مثلا بحث و واسطه یه حرفی بزنه من آره همینه خلاص بای پشت دلگاه زده که ربکا مهاجرت کرد دوستیتون کم نشد. دیدنمون کم شد. ببین طبیعیه کم بعضی وقتا کم رنگ میشه. آره دیگه فکر کن مثلا کلا خدای من که رفتم بچه‌ها خودشون هم کم رنگ شدن نسبت. آره. نمیدونم چرا. خدای اکیپ اینجوری گرفته بود. آره اکیپی نمیذاشتم تلاشی شد. نمیذاشتم اکیپ مثلا از همه رو جمع میکردم همش دور هم. ولی مثلا من که رفتم یکی با این بحثش شد ما بحثش همه رفتم. آره یکم اینجوری شد. ولی نه دیگه الان ایشون بغلم دوستیم کم نشده که ولی خب طبیعتا کمتر همو میبینیم. عشق چه رنگیه؟ مهرم و تلاش شده تا الان قهوه‌ای بوده فقط. قهوه‌ای روشن. صحبت هم واقعا عشق رنگی نگه. قرمز دارکه. من میگم قرمزه. قرمز دارکه؟ آره سوزانه. حرارت زده بالا مایی سوزانه آتیشیه. قرمز آتیشی میشم. خفشا یعنی یه جوری درد و رنجم قاطیشه. من خیلی تو قرمز درد و رنجی نمیبینم. زرشکی عشق به نظر من سیاسفیده. 2 سایت داره. آره خیلی 2 سایت داره. یه سایتش خیلی قشنگه یه سایتش هم خیلی بده. قهوه‌ای. این سایتش بله قهوه‌ایه تمیزه. نه سیاسفید از نظر من. آره قشنگی خوبه. خاطرات دوران تینیجری چی داری تعریف کنی؟ بهترین خاطرات دوران تینیجری. خیلی خاطره داریم تعریف کنیم. یه سری خاطراتمون تو خونه بارانینا بود. با مشکل میرم شمال. ما چه بدون بگه سامانه. ببین بابای باران داشت توی شمال ویلا میساختن اون موقع. بابای باران هر هفته میرفت 4 روز 5 روز نمیومد. مثلا دیگه 2 روز رو میرفت دیگه. ببین زنگ میزد بابا رفت. یعنی میرفتیم ببین بعد قشنگ میگم واقعا ببین خونه یعنی میریختیم 5-6 تا دختر میریختیم به گند میزدیم. باران تشکیل صبح 4 رقی رو انجام دادیم. وای آره باران تو رو خدا الان نه الان جاش نیست. آره ولی واقعا خوش میاد. و بیچاره هم اون موقع باران غذا درست میکرد خیلی هم دست پختش خوب. مثلا خب بچه هیچ کس آشپزی بلد نبود. مثلا منم آشپز من که مثلا همین الان میبینی آشپزیم خوبه هیچی وسط باران آشپزیش 20. بعد ببین زرش پلو با مرغ میزد ببین اصلا دیوونه میشد. آشپزی بعد یه بار ما خونه اینا آقا اکیپ بودیم و اینا 2 تا مثلا من جمعی چیزی آشپزی کنیم و اینا خیلی اصلا می‌خواستم یه بهتره کنم. اولین بار بود اومدم مرغ درست کنم. زرش پلو مرغ ماریا نبودی تو نه اون روزا نبودی. زرش پلو مرغ درست کنم و اینا آقا همه مرغا خام وای گفته بودی. ببین اینجوری که میکشی صورتی صدی پسر اینجوری نگه نه واقعا نداشتی ببین اینقدر خجالت کشید ولی دیگه همه با همون خوشبیست با برنج خوشبیستی رو کرده.
وای اشکال نداره پیش میاد. تازه خودتو زود پس گذاشته بودن. آره واقعا ای تو زود پس هم پوستش میلوخه. مثلا خونه باران اینا خیلی دوران آره خیلی کارهای مسخره زیادی میکردیم. یاد سوهانک بود میرفتیم. آره لباسو سوهانک میرفتیم فشن میرفتیم. چه کارهایی میکرد. ولی کل پلیسای تهران یه بار ما رو دسته میکشن گرفتن. کل پلیسا یه بار ما رو گرفتن. سر هیچی واقعا. نه هیچی چیه؟ میرفتم از سوپرمارکت آبجو میگرفتن همه یه دونه انقدی دستاست. بعد ببین آبجو توش معلوم چی ریخته که یه دونه رو میخوردیم. ببین باور کن یه دونه رو که تکی میخوردیم میرفتی اغما. یه دونه رو 3 نفره میخوردی کما. کیه؟ بعد چیشی میگم؟ آره آبجو. ولی واقعا از اینا نگیرید. نه واقعا من خطری بود خیلی که واقعا عقلمون کم بود واقعا. بعد هیچ دیگه اینا رو هر روز ما تو دستمون بود دیگه. پرنیان دوست منم عاشق اینا بود. هر موقع میشه سوماشو بریم اینو بخریم. آقا بعد ببین ایستما رو میگره. اون موقع حال میداد ولی واقعا بد بود چون اصلا معلوم نبود توش چیه. ولی برای یه مدت فهمیدیم چه واقعا یادت دیگه نمیخوردیم. واقعا چه گندی میخوریم. ببین ایستما رو میگرفت همه آبجو خورد. تو نجات میدادی؟ همه رو نجات میدادم واقعا. یعنی واقعا اگه زبون من نبود تا الان 23 بار ماشین تمام بچه‌ها سر من که پیاده میشدم یارو حکم جلوم می‌گرفت. این که ببین اینا دعوا مثلا بابا نه به خدا دعوای صحبت نه خیرم هم با پرنیان که ببین پیاده شده بود اینجا آقای پلیس آقای پلیس کو دستبندو بیاری میخواد برم مس بگو تو بشین برای صحبتم من تو شهرستان سادات هستم. بعد هم میزدم تو این سری سادات. آره یا باران زده به موتوریه بیچاره موتوریه افتاده ماهواره نصب کنه. آره تو این مقصر میگم مقصر نمیگم بابا باران مقصر باران دندقه گرفت تو زده به یارو مقصر بعد من دندقه گرفتم سر میدوید عقب. هیچی دیگه انقدر دیگه گفت نه این مقصر پلیس اومد. پلیس هم گفت خودتون حلش کنید دیگه. آره پلیس دیگه گفت خودتون حلش کنید دیگه اون موقع 300 تومن چقدر دادیم به ماهواره رفت. هیچ یه بار زدش به یه بسیجی. وای بسیجی کجا ما زدیم به بسیجی اندرزگو. بعد چی ماشینش من اونجا پیاده نمیشدم چون وسط اندرزگو من پیاده نمیشم. پیادهشم نمیخوام کسی من تو اندرزگو ببینه. من پیاده نمیشم. ماریا پیاده شد با بسیجی صحبت کنه. یارو گفت الان زنگ میزنم همه‌تون رو ببرن اصلا این کیه آوردی پایین. آقا ما مجبور اما خوشش و میدونیم که من پیاده شدم دقیقاً هم دیدن منو. دقیقا من از اون ماشین پیاده شدم من دیدم. یعنی من میدونستم نباید پیاده شم. پیاده شدم و هیچی دیگه صحبت کنم آقا تو رو خدا ببین یارو انقدر بسته شد دستمالا بسته بود دور گردنش و اصلا آدم خوبی خودش هم نبود واقعا. آره ولی من راضیش کردم. آره با 400,000 تومان. آره ببین من از 400 دارم میگیرم و میبخشم تو به خاطر گل روی. آره یادته به خاطر گل روی خانوما فقط این خانوم مرد. خیلی شما باید حرف بزنی. سوالام تموم شد خیلی باحال بود کل خاطراتمون زنده شد. آره که شما چه گندایی میزنین و ربکا جمع میگن. من مامان باباهای همه اینا به من اعتماد داشتن. بدبختی بودم. ربکا جان میسپاریمشون به شما. من یا خدا یا اولفز. بعد اینا واقعا آدمای بیشور. یعنی یه بار پشت میرفتیم شمال اینم تعریف کنم به خدا پا میشدم مثلا ویلا میرفتن بیرون 4 ساعت نمیومدن. ببین من به مرحله تشنج میرسیدم. بعد موبایلام خاموش. به خدا این کارا رو با من میکرد. موبایل خاموش. بعد مامان من مثلا زنگ زد به کجاست؟ بعد میگه هنوز همومه. ببین یعنی واقعا به این مرحله میرسیدم. من مثلا تو شما مثلا میگفتم اینا رو بردن خفت کردن اینو کشتن اینا رو دیگه. ببین به مرحله جوون بودیم. بعد مثلا 4 ساعت بعد دیدم اینا یه شیشه دستشون سلام ما رفته بودیم دور چرخ بزنیم. ببین آره به قرآن یا مثلا اون سری هم که سری پیشم
هم که با باران اومده بودن استانبول از ساعت 8 شب رفتن تست کرونا بدن. بهتون میگم ساعت چند اومدن بهتون واقعا رفته بودیم رسیدیم یک شب رفته بودیم رسیدیم 8 شب رفتن یک شب اومدن. ببین من انقدر تلفن خاموش اینترنت گوشیامو خونه انقدر من گریه کردم که من جواب ماما بای اینو چی وای بدم. رسیدیم می‌خواستی تیکه من رسیدم که واقعا بکشمشون و واقعا دیگه هیچ وقت اجازه نمیدم. من دوستان بیام پیشم هیچ وقت دیگه اجازه نمیدم تنها برم بیرون چون خیلی بلا سرم آوردن. ولی نه فقط حالت که اومدیم آره آبجو خورده بودن 6 کیلومتری کثافت. بچه‌ها اینجا از اسرار خیلی حرف زدم. بریم کنید خاطرات داری بارو خیلی دوستتون دارم. خودتون باشید تا اسرار باربکاهای بعدی شما رو به خدا امید می‌سپارم. دوستتون دارم.